من دنیزو هم اینجام تیمارستانه و امروز اومدیم به سوالاتی که شما تو چنلمون تو تلگرام که اینم لینکشه تو ناشناس از من پرسیدید جواب بدیم. برو بریم. اگه بهت بگم مجوز بگیر و در عوضش کارت بگیره و معروف بشی میکنی این کارو؟ نه به هیچ وجه. حرفت اشتباه نمیزنم و جدی به دو دلیل. به خاطر اینکه کسی که مجوز میگیره دنباله اون چجوری بگم عام مردمه، یعنی شنونده ای که همه چی گوش میده. دیدین مثلا فامیلتون یه نفر از رپ گوش میده، پاپ هم گوش میده، فلان، دنبال عام پسندی هن. ولی من دنبال این نیستم. من حاضرم 10 سالم طول بکشه این موضوع ولی مجوز نگیرم. و دومیش اینه که مجوز گرفتن یعنی همکاری با میشه زنده مثل ترک به جستو بخونی. عشق من اون ترک بدم میاد از این سوال. ببین لاف دوست دارم خیلی ها اصلا با محف زنارون فقط بشیبام کی میگه که دنی تا آخرش باد نمیاد بگم کیه کسی جاد عصبی و بشی باز نه. دمتون گرم مرسی. 10 ثانیه با کلوفترین صدایی که میتونی حرف بزن خیس. این چیزایی که شما اینجا میگید هیچ ربطی به کانسپت این برنامه نداره بچه‌ها و ازتون انتظار دارم که وقتی میگم سوال بپرسید از آلبوم و از ترک و از اینا بپرسید. آلبوم خیلی قشنگ بود، دمت گرم عشق منی، صدات خیلی قشنگه داداشی. امیدوارم که پسر باشی. حداقل برو استودیو برای ترکات تو که مایک نداری. داداش تو محلتون به این چی می؟ چرا تیمارستان؟ چون من روانی. اسم میگم نظرتو بگو. دیمن، قدیمی، ایزد، میمکو، ایزد قوی، نیکو با احترام اوورریتد، پاناشی. صدا به این قشنگی یه فیت با پوتک نشه لطف داری داداش؟ نه نمیتونم. دوستت دارم دنیز علی، منم دوستت دارم داداش. نظرت راجع به سطح رپ فانتوم چیه؟ من زیاد گوشش ندادم ولی یکی دوتا نمونه ازش دیدم خیلی باحال بود. چرا از امزین دور شدی؟ یه ترک دپ داشتید بد نبود، وایبش خیلی دوست داشتم. دور نشدیم یعنی فقط چون یه سری اتفاقا افتاد. ما تو چیز نیستیم، چجوری بگم، تو عامیت نیستیم، یعنی نمیدونم چجوری بگم. ببین ما با هم ارتباط داریم ولی تو پیویمون نه تو چنل، میگیری چی میگم؟ و با هم فیت هم دارید. با امزین به مشکل خوردین؟ نه، ولی اونایی که میخواستن من و امزینو به مشکل بندازن به مشکل خوردن. با کدوم از رپرهای نسل 5 دوره خودت حاضری رپ بتل کنی؟ با همه. هر کی فکر میکنه حریفه بیاد جلو. این چیه بابا؟ یزیدا بابا اوورریتد ترین رپر نسل با احترام نیکو. میشه چرا دیگه به دنیا محل نمیدی؟ فکری راحت دل یه دختر رو بازی بدی بذاری بری روزگارتو سیاه میکنم. بچه‌ها کدوم سیاره زندگی میکنی؟ دقیقا این از کجا در آوردی؟ چه کسی اگه باش بیف کنی میزنتت و چرا؟ با ایزت هم قویه هم ازم خیلی اوتو داره. سلام دنیزو. سلام فانتوم اومده نشناسه. چطوری آقا؟ بعدی شوگر مامیت میشم. بابا سوال درباره رپ. همه هزینه‌هاتو میدم، خودم خرجت میکنم، هر روز میبرم دور عاشقت شدم، جستو کسی چشامو نمیگیره، برات خونه ماشین میخرم، بیا باهام. شوگر مامی عزیزمونو میخواد کامنت بذاره میدم بش. من خیلی وقت چنل جوینم، تو رو خدا بیا شوگر. شکلات نمیخوای؟ نه. صدا سازی چشم. پاشنه کفشم تو آقا. زن داری؟ بچه‌م دارم داداش. کجایی؟ نمیخوای از این به این تبدیل بشی؟ نه، ولی تو اگه میخوای بیا بیوی. رنگ مورد علاقت چیه؟ آبی مشکی. میخوای چی کاره بشی؟ دوست. چرا به ایزد دیس نمیدی؟ چرا دیس بدم؟ یه اردک باشیم داداش. به این صدایی که الان داره حرف میزنه میخوره اردک باشه. نظرت راجع به عرفان تازیانه و آیا سر بیفش با امزین باهاش قهری؟ نظرم پسر گلیه، همشهریه، رپشو زیاد نیستم. سر بیفش با امزین که بیفی نکرد آنچنان و قهر هم نیستم. نه. آرتا رو دیس نمی‌کنین؟ نه. اگه میدید دیس میکردم جدی، رو خوشم نمیاد ازش. اگه میدید نمیدونه نه. با تی جی فیت نمیدی؟ نه. یه جو میگم نه، منظورم اینه که نمیشه داد. منظورم این نیست که من با تی جی فیت
نمیدونم دیجی کجا من کجا. آیا لب‌هایت قابل خوردن است؟ نمیدونم اگه قابل خوردنه که از هر نسل یه نفر بگو. نسل 1 پیشرو تتلو، نسل 2 فدایی، نسل 3 کوتک، نسل 4 دیجی. 2 تا از بهترین لیبل های رپ فارسی. اولیش سویساید بویز لیبل. من خودم بلادو خیلی دوست داشتم، از هم پاشید. زد بازی رو دوست داشتم، اونم از هم پاشید. الان لیبل خاصی نداریم تو رپ فارس که مثلا بگیم آقا فلان لیبل. میگیری چی میگم؟ مثلا بگم چی بگم ملتفت، ولی دوست ندارم دیگه. دماغت زایه است. اگه زایه است تو کامنت ها بنویس. زاویه فکت تو خیلی هستم. خاک تو سر جان ما کنید ناموسن چی بابا این بچه‌ها به بزرگی خودتون، به بزرگی قلبتون این داشاقی که پشت منه رو ببخشید. چون شکمتو نشون بده، رو لباسم بود طوری نیست. بیچاره کردید. کف پاتو نشون بده. شکوک میزه. فکر نمی‌کردم انقدر سیاه باشی. من سیاه هم بچه‌ها، من کجام سیاهه؟ یزید تو خودت مزرعه پنبه کار میکردی. اصلا پامو میارم چند بری بیاده. بچه‌ها اینم بود از سوالاتتون. واقعا یزیدید. یعنی من واقعا امروز دیگه پی بردم که واقعا یزیدید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم حمایت کنید از کارا که انگیزم بره بالاتر و اینکه به بزرگی خودتون این داشتاقو ببخشید. خیلی دوستتون دارم و تا دیدار دیگر و شاهکاری دیگر از دنیزو. آروم باش.